یقین یک چدر چبوب رو هم یاردم شما مهاجران تاجیک و غریبان تاجیک و شهروندان تاجیکستان پدر و مادران و اخوان و خواهران مراجعه میکنیم چی قدر میتونید و چه دور است ما رو یاردم کنید. خب من کفالی شدم زمان کفالی شده دیگر نمیتونم چون دستیری 50 در آمدن بطمینتون دیگر نیست باور میکنیم دیگر پتنی کردن نتونستم این اصلا کوارتیر دیگر نمیتونید بی‌آدابی کنیم. از پشت بی‌آدابی شما مثل بعضی ها پدرها عذاب میکشن، پدرها درد میکشن، غصه میکشن. باور کنید این درد و علمی که این پدر دارد ما و شما دیدن نمیتونیم. یا این فقط نمیرسد خلاص این پدر این تمام پدر تمام جاش تمام شدگی. همین بسیار مردها این فقط میشن از پشت فرزندا، از پشت بعضی زنایی که همین مردکای همین تا همینجا شو میبرم. التماس فرزندکو خواهرکو زنو مقصد همین مردکو کمتر فهمید. همین مردم که همین قصدن به هر راه نمیرود. اون بچه های یاش من میدونم زندگی پستی بلندی دارد. من دادری خودم میشد حالتی که خودی من گوش نمیکنند. این زندگی پستی بلندیش در همه خونه است. یگان خونه پیچکش بدود نمیشود. برای هوای کانال فکری شما در فکر شما هستیم، شما نیز در فکر ما باشید. هر یکی ما در فکر یکدیگر باشیم، در فکر آبادی یکدیگر، در فکر آبادی وطنی عزیزمون تاجیکستان باشیم، آباد میشه. برادر عزیز همین نوار لایکاتون نزنید، پدلیت سکنید، کانال فکر شما با پادپیسات سکنید. حتما خداخواد ما هم کمی باشد حرکت میکنیم در خدمت شما باشیم. اکوی ظفر در شهر یکاترینبورگ در خدمت شما هستند. باراتون جمع آوری کنید، زنگ زنید، از نام کانال فکر شما گپ زنید، برای شما تخفیف سکیتکا کرده میشن. و برادر که میخواید با نرخ ارزان دسترس اتوبوس کتیروید، اکوی ظفر و زنگ زنید، حتما برای شما کمک میکنن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما بهرام میروف بوده تاجیکستان چه آدم مومن در شهر چیلیابینسکی زندگی میکنم. سه فرزندم در روی سیزده در دنیا فرما میباشم. خودی باور میکنم یعنی جمعه میرم پاراپوش سیزدانکا گفتم برای امو باید عمره دیدن در کار. یک سال باز زیاد میشود که امو را در زندگیستم داوده و میکنم نمیشود. فقط در ویدیو نشان میتونم لیسوی امو نمیتوانم، امو آدمو نمیتوانم. یکی مجبور شدم با امی نوار سفر منزله امی نوار شیشتم با سلطان کنکی امی با شما یک چدر چبوب رو هم یاردم شما مهاجران تاجیک و غریبان تاجیک و شهروندان تاجیکستان پدر و مادران و اخوان و خواهران مراجعه میکنیم چی قدر میتونید و چه دور است ما رو یاردم کنید. خب من کفالی شدم زمان کفالی شده دیگر نمیتونم چون دستیری 50 در آمدن بطمینتون دیگر نیست باور میکنیم دیگر پتنی کردن نتونستم این اصلا کوارتیر دیگر نمیتونید. اگر یوز بوشا برای میخواد خود 8 نفر فوجی دارم سه فرزند من هر سی بچون دارم گوش میکنم از شما یک بار دیگر اگر قبول کنید اصلا یاردم کنید. برای مثل با همی سنجون برامت خدم با همی سنجون دستگیری کرده سر رحمت و پدر و مادر همی سنجون که دستی مور برای یاری درست کرده همی یاردم خود رو کنید خود رو دستگیری کرد. باید پروژه شما مدد میکنم از خدا آواز از شما این برای از شما مدد میکنم که با این ولایت سی فرزند ما در دنیا فرما هستم التماس برادرانه از شما اطلاع کاران برادرانه چی قدر میتونید یاردم کنید. السلام علیکم هموطنان عزیز، همجواران عزیز، امیدوارم که تن صحت و خانواد باشید. چقدر که پدر رو تماشا کرده اومدید این حال زاری پدر یگان پدرای دنیا نبینن. این روزی سخت است که سه فرزند پسی پنجره دارند، زنده جدا از پدر و مادر جدا. روسی این خیلی دردناک است و پدرای میفهمند که فرزند خودشون رو مقصد گم کردن، فرزند خودشون رو زنده جدا هستند و پدرها میفهمند. و خیلی که استاد میگوید من طریق زندگی رو از پدر آموختم، آدم و آدمگری رو از پدر آموختم.
آنقدر بالم زیمادر شیری پاکم داده بود، پاک و پاکیزگی را از پدر آموختم. این مصرع شعری آن را وادار میکند که یگان پدر فرزندش را به راه بد نمیخواهد که رود. این زندگی است، پستی بلندی زندگی است. اما در مسافرت قرار داریم، در غریبی قرار داریم. برادرای عزیز، دادرای محترم، اکوهای عزیز، اگر ما از پشه باور کنید اوزار تیم میگن آدم کشت. برای احتیاط باشید، احتیاط باشید. خودتون در شهرهای غریبی احتیاط کنید. همین روسیه اومدیم، ما با امید کار اومدیم، با نیتی کار اومدیم، با نیتی زندگی پیش رو بردن. آداب و اسلوبی خودمون رو داشته باشیم، خودمون احتیاط کنیم. خدچی نباشد ما چی میگن مهمانی اومده اینجا باید مثل مهمان باید باشیم. نه اینجا اومده مقصد شوخی بازی کنیم، من بی‌آدابی کنیم. از پشت بی‌آدابی شما مثل بعضی ها پدرها عذاب میکشن، پدرها درد میکشن، غصه میکشن. باور کنید این درد و علمی که این پدر دارد ما و شما دیدن نمیتونیم. یا اینفارکت نمیرسد خلاص این پدر، این تمام پدر تمام جاش تمام شدگی. همین بسیار مردها اینفارکت میشن از پشت فرزندها، از پشت بعضی زنایی که همین مردکو همین تا همینجا شو میبرم. التماس فرزندکو خواهرکو زنو مقصد همین مردکو کمتر فهمید. همین مردم که همین قصدن به هر راه نمیرود. اون بچه های یاش من میدونم زندگی پستی بلندی دارد. من دادری خودم میشد حالتی که خودی من گوش نمیکنند. این زندگی پستی بلندش در همه خونه است. یگان خونه پیچکش بیدود نمیشود. برای هوای قضاوت نمیکنیم، این بچه های افسوزد نمیکنیم، غیبت نمیکنیم. این زندگی یک برای ما و شما یک اگزامین است، یک سنجشات است. بیایم این سنجشات خوب میگذاریم، یک دلی همین پدر خواستن میکنیم. کمی هم باشد برادرای چلیابیس من از شما احترام رو خوش میکنم، کمی هم باشد همین پدر دستگیری کنیم. اون برادرایی که من تماشا میکنید 100 رو 50 رو 80 رو همین کمک کنیم. همین مردک ادوکات گیرد خطابی عقلا یک فرزندشه با آزادی برارد که اون مادر درد علمی جدایی نکشد، این پدر درد علم نکشد. وظیفه ما همین است، قضاوت کردن، غیبت کردن نیست. فقط یک نصیحت میکنیم با دادرها برادرای عزیز که وزبین باشید، سنگی وزبین آب نمیبرد. میگویم برادرای عزیز آرام و آسایشته مقصد زندگی کنیم. خدا کند که تاجیکستان وطنی عزیزمون، روسیه، جهان تینجا آرامی باشد. همین روسیه هم برادرای عزیز باید به قدرش رسیم. کجای نان و نمک میخوره چه خیلی که میگن پیرو قدیم میگفتن یک نمک خورده 40 سال اندیشه کرد است. نمک خورده در نمکدان توف کردن این کاری ما و شما نه. و بعضی در دور استوده هر گام میزنن از خانهشان مقصد توالت ساختگی نیست، مایلش و دولت چی کردن از دولت کمک. یگان تمام برای ملت، برای بعضی برای فرزندای پدر ما بعض خدمت کردگی نیستیم. یک نمک خورده 40 سال اندیشه کرده است. معنی به قدر نان و نمکی وطن، به قدر آبادکاری های حکومت، سروری ملت، پیشوای ملت، پیشوای معظم ملت امام علی رحمان، به قدر رسیم، به قدر همه جا رسیم، به قدر نان و نمکی پروردگار داده اش رسیم، به قدر آبادی ها شکرانه کنیم و شکرانه کنیم که یک ملتی آزاد هستیم. خدا با شکر دعا کنیم که وطن ما از اینم آباد و زیبا گردد. دعا کنیم که روسیه هم تینجی آرامی باشد، جهان تینجی باشد، که همه تینجی آرام و آسایشته زندگی داشته باشیم. وقتی قیمت شما نمیگیرم خودتون احتیاط کنید برادرای عزیز. همین کجا رفته باید اول خودتون حرمت کنید، بعد دیگر رو همین آدم خودش که حرمت کرد بعد دیگر آدم ها باید حرمت میکنن.